تو سیکو حال قوم خیشتری هم نمونده. کاش که تو بیگونه بودی، تو نواسی همه من تو رو به مجلس خبر کنم. تو زن تو داره کیسی مدر من خوب شده، می فیلم ها هسته اسناده برای ما بمونده، اگه نه کی به سر نا اثبات بکن. کجیر بله. بیا یک بار به کجایی تو؟ بیا بشینجی. بله. میگم سکو که به تو چی میگم؟ بله. میری به درس را گیلک نو. بله. اگه خود گیلک بود یا زانه خوب. ور میداری میگی عروس همه خاف ما و چوپ شما. خوب. امی کارت که شما بکردیم ماله پولا کیسی مدر من غچی کردیم. ما فیلم مدر من نگاه کرده دیده که شما واضی میان کیسه رو غچی میکنیم احتالات بیری میشیم. حال هم تو ابرو شما نرختوندیم بین امی قومی امی پولکا 20,000 پر امی تسیی و سالم ور میدارم بده. خوب. اما برو. همه لول میخزی میری. اگه گفتم چنین و چنان ما نبودیم بگیم ما این فیلم بیارن که حال به شما واضی نشوندین که به پیش خود من بیاب شه. وخی برو وخی برو. ها چشم. جدی تا پولار نمیستونی نه. خوبه. دل دردمنده مرا، دل دردمنده مرا، نبود به تو دوا. خبر قلب مرا بشنو یا آشنا، خبر قلب مرا بشنو یا آشنا. بیا لب آب رویم، به شب مهتاب رویم، به جوی مستم راز دل با هم به کلاب رویم. بیا لب آب رویم و شب مهتاب رویم. عباس نمیشنوی در سالا تیک تیکه؟ در سالا تیک تیکه بابا جو برو سیکو کینه بابا اینا یا گداه یا مطالعه مشخاق نشتنه گداه زد نباشه بده. به جوی مستم راز دل با هم به کلاب روه. بله سلام اشتری کجی جی خوبی بخیر سلامتی شکر زنده بشی. پیار تو هستم. بله سرایا یکی والله بکو برین کار دار. کار داشتی؟ یا الله بفرما. یا الله یا الله یا الله یا الله. خوبه یا الله بیا بفرما. کجیره بابا کجیره؟ سلام علیکم. و علیکم اشتنی که تو خیلیت بخیر سلامت. خوبه. بابا مشخاق نشتنه دستاق نشتنه برو چی گپایه؟ قره چی عجب چی شما روشن زنده باشیم که شما سلامت میبینین باشیم. تیر شد خیریت دیگه انشالله دیرو شکر عروسی. بخیر خیریت تیر شد. محمود هم ممنونه که بخوردم. من دقیقت رسی بگم دیدم که خیلی خنوکه راست میگی تحت حالا نست خیلی خنک بود دیرو. منطقه نوش جان شما خدایی خوب محفل برابری بده اکسایی که میت غذای برابر همه چیز برابر مرتب. خیلی بینیم محفل هم اسلامی محفل خوب چکار برابره. واقعا مردم لذت بردن خیلی رزی بیدم. عباس که مادر کجا یک کمی چای بیارو کجی؟ نمام چای من میرم. من بیا بدم شما کار داشتم. خیریت بیدم. خیلی خیریت. من برار مری کردم خب که بیام به شما بگم دیرو به تحتالار امی خانم شما کسی مدر مرگه چی کردم 20,000 روپیه برداشتم. انمونار ما خواب و چوب خون میزنیم شطور دیدیم ما ندیدیم انمو پولکامان خیر بینیم بستونیم بدیم. چرا میخنده؟ یاره کجی یار شیر مادر تو دوربین مخفی چیزی البته داری
خود اگه خب بدیدیم فیلم برداری تا فیلم برداری آماده نه حالا بکنم. میگم این تو کامری چیزی فیلم برداری چیزی دوربین مخفی نداری بیا دیم از ما این سوالا میکنی چری؟ نه تو حقیقت رستی میگی زن تو فلار جون من بیامدم خودی شما شوخی دارم. من در را میامدم با دروغ میامدم شما خودی شما شوخی دارم. شوخی کنم. برار تو رمزون گو بلی ها. من ری کردم گفتم برو بی. خب اشته کی فهمیده کی دیده به دستی که قچی با تا فیلم عروسی بیامده. تا فیلم با تا فیلم. امی تا واجی نه ویدا کرده بیامده باشی. قچی کردن غرا کرده 20 تون عباس. آگری وردشتا غرا کرده برفتا. عباس بیا کجیر بله. اگه مادر عباس بیا عباس تو بیا مادر تو به پیه کی در به؟ اوه چره؟ ایچی نگو کجی چی مایه؟ بسایی که چی میگه مادر این میگه به من میگه زن شما دیرو به تا تالار انا کسی مادر میگه چی کرده 20,000 پول بوده وردشته من میگم اشته وردشته مادر این میگه من بزی میگم اشته وردشته کی دیده میگه کامری فیلم ورداری زنونه بوده تا کامر که چک کردم نگاه کردن که کار بکرد نیه بابا همین تا نیه قسمتی هم از ما شما خبر بشده نه هیچ کس خبر نشده. اما پول کامر بدیم تو آب شرف شما نریختی. نه مسئله آب شرف نگو کجی چری؟ که می تو میزنم بم دن تو که یکی از ما بخوری 500 تومت دیوال دروغ میگه کجی تگاپی نیه ما بگو ندی ما دروغ میامدو. ولی مدام تومت نگو من خوش تومت میاد کنم نگو. یا تومتی نیه خب من فقط خوب ما حالم میرم خوبه از او پرسان میکنم خوبه اگر گفته که من این کار بکردم اگر من کامره افشا که کمینه ایت و تو بگم خوب اگر خوب به جلو رو از من میارم همچین ساختمان بالا بوم استاده میکنم او تلنگ میدم که بفته به تحصیل نه این کار رم نمای بکنی. هم پول کامر بسترین که ما را خوب بگیریم بری. باشه حالا ما بفهمیم و شما و خدای بالا تو خال مقال نمیکنه انا من میرم بریم بخیر عباس بریم. بیاله چای سکمای جوری بیا. پی برم مدر تو به پی یعنی یعنی کجی نمی تگاپی هسته کاکا جو ما با دروغ می آمدیم. همون سر را می آمدم. ما خودی شما شوخی دارم. مادر عباس بله سلام خوبی؟ بیا بشی برد خوش آمد نگرد چه کار باز؟ تو بشی یک دقیقه میشنوم تو بگی بشی به تو میگم یک دقیقه نه بابا ایده چه جیغ میکشم چه کاره با چه کار کردم؟ پیش نیایی کن بالا خی خود چری؟ کن بالا خی که بعد ما آمده است تو ویروس کرونا دارم که پس نه کرونا نیه بالا خی کاش که کرونا میگیری تو که ما دل جمع بشدیم وی بابا ایده با چه کار شده خدا خیلی بشه کجیر به چه ماما بیاماده میگه که نواسم یا بچم حالا زودتر بگی که من یا بفهمم فلانی جریان یا چیه؟ بمدنی دیرو به $10 زن شما بگرفته کسی مادر مرغچی کرده 20,000 پول بوده همین کار بکردی؟ نه می کار نکردم کار نکردی؟ نه عباس می کار نکردم عباس چی میگم مال کجیر اون مادر. پاییه بفهمی کجی چی بیامده چی که پای میزنه مگه من چشم خوبی دیدم که می کار کردم سعی کنی چی میگم خب میگه دیش ما محفل بودیم آن فیلم ورد میگه ثبوت مکین فیلم ورده زنونه داشتم یعنی اونو بدیدم که می کار کرده بودم اشته ندیدم به ما گفت اگه ثبوت بیادم تخما چشتو کردم هنمیته ما گفت جواب مرا هم بداد این کار خوبی اما شما ایتا کارا میکنین نه نکردم مبر نداشتم هنی از عباس بپرسم عباس مبر داشتم صبر کن خب ما اگه ما دروغ بگم فیلم وردار کو هست دیگه خانه اگه عباس هست از عباس بپرسیم من مبر نداشتم یعنی چی کیف برداشتم خب فیلم بردار دیده بوده دیگه که اونا که چشم خو ندیدم
سلام زن ما خوبیم، ساعت شما خوبه؟ سلامت باشیم. بشناختین؟ اشناختین؟ گیله کن. زنده باشین شما، سلامت باشین، زنده باشین. تشکر از شما، سلامت باشین، خیر بینیم. میگم این موضوع دیرو اشته بوده. نه بزو گپو نگیم. شما اگه همین گپو بزنیم من شما دق میشم. نگیم که بعد از این گپو نگردیم. شما به سرمو دومات داریم، همون با چی شما نه که دومات دیرو با چی شما بوده. به سرمو داریم تو راست و واقعیت نگیم. گردن و بند باشه اگه دیگه به زندگی به صلاح شما بیایم. خب به تب چی بوده؟ کیف خورمه ایمونندی به تا کیف بوده 20,000 پول به کیسی شما. مادر عباس کیسی شما رو قیچی کرده قیچی نکردم. من کی قیچی کردم؟ فیلم بوده داخل فیلم زنانه رو نگاه کردیم. میگم یک خواهش از شما دارم، من شطور دیدین ندیدین انمی تیترامون من مستونم میارم. نه نمایه سر گناه خود خرج کنه. زن ماما سر لعنت خود خرج کنه. چی خرج کنه؟ برای سیاد مانی برختونده. بیعقل دیگه، آدم بیعقل نادون همینه دیگه. نه شما زن ماما این گپر نزنین که بعد چی خرج کنه بخو. آن احترامونه رای میکنه کجیر واسطی بیامده با من میته گپ بزنم. من باور نکردم حالا که با شما زنگ دادم گفتم باشه دقیق مطمئن شو. پس تا کیفی بیده صحیحه. خدا حافظ، شما بخیر باشین. معذرت. وردشتی؟ یعنی میگم نه ور نداشتم. وردشتی راست خوب بگو. وقتی برو کیفه بیاره. پولای وقتی بیار بده. نمیزنین دو نمیده. وقتی زمان کار کجی بپینه. وقتی نکن بابا خیره. وقتی منو میارم خب. بله مادر وقتی سرطا بخاک شد. دیگه بزن. تنزینه همین مثلا لاینم وا نکردم. من چرا میزنی بابا؟ مادر خوب کار میکنم بابا. بابا نزنی بابا. یکو دگر وقتی بر بیام من اپیش من اشتباه خوردم. تو برو گریه کن. چرا میزنی؟ خدا بروی یک قبی بخو، بروی پاکان نیکان خوار زن که به یک رای میره، به یک سرای میره، به یک مجلسی میره خیانت میکنه به خیر خوشی به تحت صغر تاره. خب شما نگفتین کیف بیار نمیذارم دو نمیدونم. مرد کیف بیار گفتین کیف بیاری چی نمیگو. تو ابروی سیاد ما پیش از اونا بریختوندی بیرفتی اونجا ما ایتا گوشنا مونده بدیم گدا مونده بدیم. همین جمپر دیره به 2200 ریپه بزی تا تو خریدم من. لباسا باره سکو بزی خریدم. کش بخم من چی برم حالا بزن ماما خوب بگم من چی برم چی روی دارم من. خب بگیم لایوان نکدم هیچی بر ندیشته دیگه هم کیف شما. آخی خیر بخیر همی تو زلکار بروی یک قبی بخونه نخون نده که خور بخارونم اینا لطای ننگیم. بس نگفتم دیگه روی هم داری یا ترتوقت نمونه به سرای بری. چی رو داری که به سرای نده بری؟ راست میگم مادر. خب باز مگه نگفته بودی که بابا گفتن که من نمیزنم کیف بیار من کیف بیار من بزدم. شما اگه میفهمی مادر اگه شما ایت کارا
بکنین. اگر میت دزدی، اگر میت از طمع فیلا زنانکار میت کیفای اینا رو بجنین. من شما چی اگر که ما بچه شما نه چی یاد گیرم همیشه شما خب دیگه بگین. نمیکنم، من که اشتباه بکردم. باز تو اشتباه نکن خیره. خانم یک پیاده اشتباهی پیش کی باشو. سرخو بالا کنه؟ شما اشتباه سرخو بالا میکنین. خیره بلکه چی نگم دیگه. همون کجیری که به خودم رو تک کوچم ببینم این تکه با ما میزنه. حالا بوشد دیگه، یک اشتباهی بوشد دیگه. تو متا من جام پیار خود دیگه یک سر به سر گرد زن دیگه. گفتم غلط کردم دیگه بابا. تو هم سوا خود دیگه تو هم ایراد بدیلا نکو. این اشتباهی که شما کردین. رمزون بله بیا اینجی. بله بابا نگو بگی پرده پوشیدن اشای مردانه، خوف ما و چوب شما. بفهمید که زن بیعقل بیده نفهمیدید اشتباه کرده. اونه ما بابا کجیر ری کردم صبح به در سرا اینو کیف وردشن کیف مادر من بیاورده تو پولان اشتباه بخیر کردی بابا جون باشه بابا این گپار نزنیم 20,000 روپیه پول کمه اینا همه ارزش خود نمیدونن که ما به جنای احترام گرفتیم. همین کار خوبیه که آدم بیاد کسی قوم خور بزنه به تحت حالا. مدال اگه هر کار شد گفتم خوف ما و چوب حالا که شما. ما اگه پولار نمیدادم اینا رو بیاب میکردم ولی که پولار ریکردم هیچی این کار نکنی. نمیگیم ده گال پولار ریکردم ولی پولار خاطر دیگه خواهشانه من اگه پیارتونو بعد این کار دیگه نکنیم. نه خوف ما و چوب شما فقط این کار که دردن خوش پگه. صحیحه بابا من هیچی نمیگم پولار ریکردم ما چی کار دارم بی عقلی خاطر دیگه قوم های چی نگه دیگه بابا کس من جور اندازم که تو کاره.